سلام بچه ها. فیلم امروز درباره یه بازیگر فیلم های خاک برسریه که بازنشسته شده، اما همه ازش میخوان که دوباره برگرده به شغل فاحشه‌گریش. این مرد رو که میبینید اسمش برته که یه وبسایت خاک برسری داره، اما بازدیداش پایینه که وقتی خواب بوده خواهرش اومده و کلی عکسای خاک برسری از خودش توی سایت آپلود کرده که بازدیداش هم میبره بالا. برت هم از این موضوع ناراحت میشه و میگه الان همه جای تو رو دیدن. این هم الکترا که کراش برت هم هست. انصافم هنوزم کلوچای صورتیه که بعد از بازنشستگی کلاس واسه دخترای فیلم‌های خاک برسری میذاره. نامزد الکترا هم یه شاعر معروف بوده که به تازگی مرده. بعد از کلاس هم این خانم میاد و به الکترا چند تا کاغذ میده و میگه که اینا شعرهای نامزدت بوده و وقتی بهش میده در ازاش باید یه کاری برام انجام بدی، که میگه من یه بار به نامزدم خیانت کردم و حالا عذاب وجدان گرفتم و میخوام تو بیای و با نامزدم بخوابی که من یهو بیام و مچتون رو بگیرم و بعدش من نامزدم رو میبخشم و دیگه عذاب وجدان ندارم. یک بار دیگه حرف بزنی من کنم. الکترا هم میگه که من دیگه این کار رو گذاشتم کنار و الانم حامله هستم و بعدش زیاد مشروب میخوره که حالش بد میشه و الکترا هم میرسونتش به خونه و بعدش موقع رفتن توی پله ها نامزد دختره رو میبینه و شهوتش میزنه بالا و دلش موز میخواد، میره مخ مرده رو میزنه و شروع به عشق بازی میکنن که وسط رابطهشون دختره میاد و میگه که اشتباهی دادی و این که نامزد من نیست. گو خوردی با هفت جد آبادت، تکلیف منو روشن کن. مرد هم میگه که من دنبال الکترا بودم تا آخرین شعرهای نامزدش رو ازش بگیرم، که از شانس خوبش ترتیب الکترا رو میده که همون حینم نامزد دختره میاد و اینا هم به دروغ میگن که مشاور املاک هستن و اومدن خونه رو ببینن. اما مرد بدجوری الکترا رفته توی دلش و یه قرار باهاش میذاره و میرن به یه کافی و ازش میخواد که باهاش باشه. الکترا هم وقتی میره خونه یکی از همسایه هاشو میبینه که شوهرش بدون لباس از خونه بیرون کرده و اونم میاد سوار آسانسور میشه که یهو آسانسور خراب میشه. اینجا هم نامزد برت میاد پیشش که رفته بود عکاسی و کلی عکس خاک برسری از خودش گرفته بود و واسه برت که بذاره توی سایتش، که پسره هم قبول نمیکنه که یهو از خستگی خوابش میبره. این طرف هم وقتی الکترا خوابیده دختره بهش زنگ میزنه و میگه که نامزدم به هم شک کرده که با کسی رابطه داشتم و منم مجبور شدم و گفتم که با تو رابطه داشتم که نامزدم داره میاد پیشت. پسره هم وقتی میاد بهش میگه من نامزدم و دوست دارم و بعدشم پول و یه تیکه کاغذ بهش میده که توش نوشته واقعا چطور آدمی هستی. الکترا هم ناراحت میشه وقتی توی حمومه یه فرشته میاد پیشش و میگه که خدا تو رو بخشیده و به زودی یه خبر خوب هم بهت میرسه. اینجا هم دختر همسایه میاد خونه الکترا که همون حینم یکی از شاگردای کلاسش میاد خونش و دختره یه همسایه هم میگه من اینو میشناسم و یه نویسنده معروفه. زنه هم میگه که مجبور بودم هویتم رو پنهان کنم چون میخواستم درباره تو تحقیق کنم و که یه کتاب دارم مینویسم که شخصیت اصلیش تویی و درباره زندگی توه و اگه چاپش کنیم حسابی پولدار میشیم و اونم قبول میکنه و چند ماه بعدم کتاب چاپ میشه. برت و نامزدش هم میان و کتابش رو امضا میکنن که یهو الکترا دردش میفهمه موقع زایمانش و برت هم میزنتش زیر بغل و میبرتش به بیمارستان. امیدوارم لذت برده باشین از این فیلم. سابسکرایب فراموش نشه.